دوستان عزیز یک جان تشکر میگم به شما. من پیش از همه میخواستم یک بار دیگر منتداری خود را برای بینیت سخنان نیک و پیشوازگیری صمیمی به شما بیان کنم. دوستان عزیز، برادران گرامی، ما شما را دوست می‌داریم. همه کارهایی که ما در این منطقه میکنیم برای شما هم است، برای آبادی شما هم است، پیشرفت و ترقات شما نیز بابدی و نظر گرفته شده است. از راه و از برق و از آب، حالا شرایطی که ما کرده ایستادیم برای مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان، این آینده برای شما هم به این نوبت گرفته شده است. انشاءالله که خدمت شما دا میرسیم. آن مشکلاتی که هست من دیده ایستادم، شما هم خیلی غیرت کردین، راه بنیاد کردین. انشاءالله که با برقم از جانب ما سالهای نزدیک باید بیشتر انتقال میتیم به شما، برای که ما حالا نیروگاه ها ساخته ایستادیم در قسمت ولایت مختار کوهستان بدخشان، خود را تعمیر کرده ایستادیم، با شما حتما میرسانیم. حتما در ظرف 2 سال از سفری که داشتم، 1-2 قشلاق نزدیک سرحد علاقه با آب آشامیدنی ما تامین کردیم. انشاءالله که شما رئیسای ولسوالی با رهبرت ولایت با ساختارهای ما هم صحبت شوند، پیشنهاد کنند، هرچی امکانیتی است با کمک های خود را به شما میرسانیم. یک جان تشکر میگویم. آرزوی آن را دارم که در کشور دوست و برادر عزیز ما جمهوری اسلامی افغانستان هرچی زودتر صلح و ثبات کامل پایدار گردد، که رفت آمد ما برقرار کردن خویش و اقرباگی، تجارت، دیگر همکاری های فرهنگی و علمی ما گسترش یابد. به شما خوشبختی میخواهم، تنجی آرامی میخواهم، عمر دراز خواهان هستم. خدا نگهدارتان باشد. سلامت باشید. سلامت باشی. یک جهان تشکر حضرت فتان. بازم خودت زنده باد، خودت زنده و قدرتت پاینده باد. دشمنت شرمنده و دوستانت زنده باد. محبت و پیروی دارید. جان تشکر.